سلام، من عبدالله اشرف شما را با مهمترین رویدادهای روز دوشنبه 14 ایول آشنا میکنم. رئیس کمیته دولتی اداره زمین و گیودزی تاجیکستان محمد طاهر زاکیروف میگوید در مذاکرات کمیسیه مشترک بین دولت تاجیکستان و قرقیزستان مسئله ساختمان راههای آلترناتیوی بررسی نشده است. این در حالی است که 3 ایول نایب نخست وزیر قرقیزستان عبدالرحمن محمدعلیف گفته بود که درباره ساختمان راه سازش شده است و این راه باید ساخته شود. جناب زاکیروف گفت باید راه‌های فعال کرده شوند که از زمان شوروی میراث مانده‌اند. او همچنین از حل مسالمت‌آمیز بحث مرزی با قرقیزستان پشتیبانی کرد. پس از 4 روز مناقشه مسلحانه در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان در تاریخ 10 ایول وضع در ناحیه اسفره و بادکند آرام ارزیابی می شود. ساکنان واروخ در صحبت با خبرنگار رادیوی آزادی گفتند که یگانه راه پیشگیری از نزاع‌ها در این منطقه بنیاد راه نوی آلترناتیوی برای رفت و آمد به جزیره قلمروی واروخ است. یه حجت طلب میکنند تو کجا رفتی، کجا میری، چخیل بسیار غم میتن. این یک. دوم اینکه همه مردمی که در اقصای زندگی میکنند تماما همین گشت و گذارشون در واروخ بیملال. روز 10 ایول در یک منطقه بحث برانگیز مرزی با نام بدک که تا حال علامت گذاری نشده است، مرزبان‌های قرقیز به سوی شهروندان ملکی تیر کشیدند. در این حادثه یک شهروند تاجیکستان کشته و 7 تن دیگر جراحت برداشتند. صبح روز 14 ایول رئیس دادگاه عالی تاجیکستان نصرتالله عبدالله‌زاده با خبرنگاران ملاقات کرد و به چند مسئله مهم روشنی انداخت. رئیس در چهارچوب نشست‌های نیم ساله با خبرنگاران ملاقات کرد و به سؤال آنها درباره صاحبکار ناپدید شده نظامخان جورایف پاسخ داد. خبرنگار ما شهلای گلخواجه نیز در این نشست بود و حالا از شهلا میپرسیم که جناب عبدالله‌زاده در مورد نظامخان جورایف چی گفت؟ خب نصرتالله عبدالله‌زاده رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 14 ایول در جمع خبرنگاران گفت که از سرنوشت نظامخان جورایف خبر ندارد و نمیداند که او حالا در کجا قرار دارد. شما از مقاماتی که بی‌واسطه برای کارهای فوری جستجوی فعالیت اپراتیوی جستجوی می‌برند اونا پرسش کنید در کجا جای داشته من میدونستم و دعوت کردم می‌آوردیم. و گفت آنها قرار خود را درباره نظامخان جورایف قبول کرده برای اجرایش به مقامات دخلدار ارسال کردند. پرونده نظامخان جورایف رئیس سابق کارخانه کیمیاوی اسفره که به از خود کردن مبلغ‌های دولتی متهم شده است باید روز 18 ایون برگزار میشد، اما با سبب حاضر نشدن او دادگاه محاکمه را به وقت دیگر واگذار کرد. نظامخان جورایف تا سال 2007 مالک یک سلسله کارخانه‌های صنعتی در اسفره بود. شورای علمای اسلامی تاجیکستان در ماه رمضان مقدار فطر روزه و حجم زکات را برای مسلمانان معین کرده است. بنابر دستور شورای علما هر یک نفر روزه‌دار در ماه رمضان به سر هر اعضای خانواده‌اش باید 4 سومانی خیر کند. روز 14 ایول در شهر المعطای قزاقستان ارزیابی نتیجه های تشخیص طرح نیروگاه راغون شروع می شود. در مشورت‌های المعطا طبق معمول نمایندگان جامعه‌های شهروندی کشورهای پایان آب افغانستان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان و بالا آب قرقیزستان و تاجیکستان شرکت می‌کنند. در دور 5 مشورت‌ها بنا به اطلاع بانک جهانی نمایندگان کشورهای پایان آب و بالا آب حسابات کوتاه دوره دومی تشخیص فنی و اقتصادی و تشخیص پیامدهای زیست محیطی و اجتماعی نیروگاه راغون را بحث می‌کنند. بنا به نقشه کاری بانک جهانی شرح و بررسی های تشخیص نیروگاه راغون در نیمه اول ماه آگوست خلاصه شده با همین تشخیصی که اساساً با طلب ازبکستان 4 سال باز ادامه دارد به پایان می رسد. اخبار از این هم بیشتر با عکس و ویدیوهای دیگر در وبسایت رادیو آزادی، در صحیفه های ما در فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم ضمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.